درس امروزه رو با توفیق الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان برادران و خواهران گرامی قدر شروع می‌نماییم. درس امروزه ما از کتاب فقه میسر است. فقه میسر، فقه آسان بیان، که در فقه آسان بیان چگونه که الکی بر شما بیان است. ما یک چند بابی رو گرفتیم. انیقترش باب ششم رو پری روز در معنای تیمم بود با همراهی شمایان صحبت کردیم و امروز در باب هفتم که باب در بیان غسل نمودن، چگونگی غسل، تو می‌فرماید که الباب السابع، باب هفتم فی الغسل، در بیان غسل، باب در بیان آموزش غسل. و این باب می‌فرماید که و فیه مسائل، که در این مسئله هایست. در این باب هفتم که باب در بیان آموزش غسل هست، یک چند مسئله های جایگیر شده است. یک چند مسئله های در این باب جایگیر شده است که این مسئله ها رو ما با همراهی شمایان باذن الله تعالی و کمک یاری او به سمع شمایان حتما خواهیم رسانید ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد و بر ما کمک نماید تا توانیم این باب رو با همراهی شمایان که باب مهم است در بیان غسل است سخن برانیم و مسئله ها رو برای شمایان بیان نماییم. بارک الله فیکم برادران گرامی. مسئله اول، معنای غسل، معنی الغسل و حکمه و دلیله. مسئله اولی که ما در اینجا صحبت رو شروع می‌نماییم، معنای غسل، غسل چی معنا دارد و حکم غسل نمودن و در این معنا دلیل های رو ذکر خواهیم کرد. اولا معنای غسل. غسل در لغت عرب از مصدر و ریشه کلمه غسل یغسل گرفته شده است که معنایش شستن تمام جسم را در نظر دارد. اما در شریعت باشد می‌فرماید که معناه شرعاً، معنای غسل در شریعت تعمیم البدن بالماء، تمام بدن را با آب تر کردن، یا که بر تمام بدن آب را رسانیدن با استفاده آب پاک، آبی که تازه کننده است که در مجلس های اول ما در بیان آب صحبت کرده بودیم. میتونید به اونجا باز بگردید. یعنی غسل در شریعت تمام بدن را با آب، یا که آب تمام بدن را آب رسانیدن با استفاده آب پاک، آبی که تازه کننده است و تمام بدن را به این آب رساندن با طرز معین با نیت خاص، این عبادت شمرده می شود. و حکم غسل چی است؟ غسل نمودن چی حکم دارد؟ میفرماید که الغسل واجب اذا وجد سبب، غسل واجب میگردد هنگامی که سبب واجب گشتن آن پیدا بگردد. یعنی که هنگامی که سبب پیدا شد از برای غسل نمودن، پس برای انسان غسل واجب میگردد. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 6 میفرماید و ان کنتم جنبا فطهروا، اگر شما در حالت جنابت قرار گرفتید پس خود را پاکیزه نمایید، خود را پاکیزه نمایید، یعنی که تمام بدن خود را با آب بشویید. و همچنین برادران و خواهران گرامی، حدیث های معتبر از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از صحابگان درباره طرز غسل نمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت است در بیان واجب بودن غسل هنگامی که شرایط پیدا شد که بعضی از آنها را مبازودی برای شمایان یادآوری خواهیم نمود باذن الله تعالی. و میفرماید در اینجا که موجباته، چی چیزهایی که باعث واجب شدن غسل قرار میگیرد، چی چیزهایی باعث واجب گردیدن غسل نمودن قرار میگیرد، یا که چی سبب هایی. اولا خروج المنی من مخرجه، اولین چیزی که برای انسان واجب میگرداند غسل نمودن رو برآمدن منی از مخرجش، از جایش با لذت باشد. منی آن آب غفصی هست که با لذت هنگام شهوت از انسان با تکان میبراید، با قوت میبراید، خواه از مرد باشد خواه از زن باشد. و دلیل آن فرموده الله سبحانه و تعالی است که فرمودن و ان کنتم جنبا فطهروا، اگر شما در حالت جنابت قرار بگیرید پس غسل نمایید، خود را پاکیزه نمایید. سوره مائده آیه 6. و حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد ثابت شده است فرمودن که اذا فضحت الماء فاغتسل، اگر آب یعنی منی را با فشار بیرون آوردی پس غسل نما. این حدیث را ابی داود با رقم 355 و نسائی ترمذی با رقم 605 روایت کرده هستند که حدیث خوب است، حدیث خوب است. و اگر کسی در خواب باشد، شرط نیست که لذت را حس نماید. یعنی کسی که خواب دید، در اینجا ما گفتیم که قاعده جنابت چی است؟ غسل واجب میگردد اینکه انسان با همسر خود نزدیکی نماید، با شهوت باشد، با لذت. اما هنگامی که انسان خواب میبیند، چیزی رو در بدنش اگر مشاهده نمود، در اینجا بودن لذت شرط نیست. مجرد برآمدن منی در خواب بودن این واجبات غسل است. غسل برای انسان واجب میگرداند. بارک الله فیکم. و همچنین در حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم آمده است که این حدیث رو امام مسلم در رقم 333 روایت کرده است که فرمود که هل علی امرأة غسل اذا احتلمت، آیا برای زن غسل واجب میگردد هنگامی که در خواب
احتلام شود، احتیاج منی بیند، خواب بیند، فرمودند نعم اذا رأت الماء، بله اگر آب رو بیند، اگر آب رو بیند. این حدیث رو گفته مسلم و بخاری روایت کرده هستند و در این مورد علما اتفاق نظر دارند رحمهم الله تعالی. این یکم بود چیزهایی که غسل واجب میگرداند. یکم چی بود است؟ برآمدن منی از مخرجش، شرط اینکه با لذت و تیز براید، چی از مرد چی از زن. اما دوم تغیب شفت الذکر كله او قدرها فی الفرج. این مسئله دوم، در آمدن اندک آلت، در آمدن اندک از آن، حشفه میگویند، حشفه همون اندک از آن رو، نوک اون را در نظر دارد. همین آلت مرد در زن که نوک اگر همون داخل شد، اگر چند منی هم نبیند، چند اگر که با لذت هم نباشد، در این حالت واجب میگردد غسل نمودن، واجب میگردد در این حالت غسل نمودن. و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمودند اذا جلس بین شعبه اربعه، اگر مرد بین 4 جای زن بنشیند، مرد بر بالای زن براید، و مس الختان ختان وجب الغسل، و ختان به ختان زن برسد، غسل واجب میگردد. این حدیث را بخاری و مسلم روایت نموده هستند. بارک الله فیکم. ولیکن در این حالت غسل تنها بر شخص واجب میگردد که بر سن بلوغ رسیده باشد، بر سن بلاغت رسیده باشد. اگر پسر بچه مثلا 10 ساله، 9 ساله، 8 ساله یا اینکه از این پایین باشه، این کار از آنها رخ داد، در این حالت غسل برای آنها واجب نمیگردد. این دوم بود. و سوم اسلام الکافر ولو مرتدا، اسلام آوردن کافر، یعنی هنگام کافر اسلام میآورد، حتی مرتد هم باشد، از دین روی گردانده شده هم باشد، برای وی غسل نمودن بعد اسلامش واجب میگردد. و دلیل آن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وقتی که قیس ابن عاصم که مسلمان شدن، بعد از اسلام آوردنشان، رسول الله بر وی امر کردند که غسل نمایند، غسل نمایند. بارک الله فیکم. قسمت چهارم از چیزهایی که غسل را واجب میگرداند انقطاع دم الحیض و نفاس. میفرماید پاک شدن یا که قطع شدن خون حیض و نفاس. مجرد این که خون حیض و نفاسی بنده پاک شد، در حال همون ساعت همون لحظه غسل میگیرد و از برای نمازها آمادگی میبیند. و دلیل آن حدیث عایشه رضی الله عنها است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند با فاطمه بنت ابی حبیش گفتند، چی گفتند؟ اذا اقبلت الحیضه فدع الصلاه، گفتند حیض تو آغاز شد نماز را ترک نما. از این برمیاد که اگر زن در حالت حیض، برای زن نماز جایز نیست، نماز جایز نیست. زن در حالت حیض اگر نماز خوان، نمازش باطل است و انسان دانسته این را انجام میدهد گناهکار میشود. نادانسته باشد برایش گناه نیست. چی فرمودند؟ حیض آغاز شد نماز را ترک نما. این خطاب را بر فاطمه بنت ابو حبیش گفتند رضی الله عنها. فدعی صلاه اذا ادبرت فاغسلی و صلی، و وقتی که حیض قطع شد غسل کن و نماز را بخوان. روایت ابی داود رقم 355 و نسائی و همچنین ترمذی این حدیث را روایت نمودند. همچنین نفاس در این داخل میشود. نفاس مانند حیض است با اتفاق علما. اگر انسان در حالت نفاس قرار داشته باشد، هر وقت پاک شد در حال غسل گرفته از برای نماز آمادگی خود را میبیند. و قسمت دیگری از واجبات غسل که غسل واجب میگردد این موت است، مرگ است. مرگ حق است، هر وقت، هر لحظه، هر ساعت شاید با سراغ ما و شما بیاید و این مسائل را انسان باید بدونه و بفهمه و درک نماید. مرگ است که اگر انسان مرد، برای وی، برای شخص مسلمان که باشد، او غسل کرده می شود، کفن کرده می شود و سپس در قبرستان مسلمانان گرانده می شود بعد جنازه. و دلیل این که هنگامی که انسان وفات کرد بر وی غسل واجب می گردد، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد دخترشان زینب وقتی که وفات کردند فرمود اغسلنها، گفتند سن زنها، گفتند او را بشویید. و در مورد شخص محرم فرمودند اغسلوه بماء و سدر، او را با آب، یعنی که محرم کسی که در حج وفات کرده بود، او را شطورش جوخید وفات کرد، در شأن وی گفتند چیز اغسلوه بالماء و سدر، او را با آب و سدر. سدر یکی از نوعهای گیاهای خوشبو هست، بشویید گفتند. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده هستند. پس غسل دادن، غسل کردن این یک نوع عبادت است، نه تنها برای برطرف کردن انمی حادثه‌ای که برای انسان رخ داده است، به وضوئی که یا که جنابتی که برای انسان رخ داده است، بلکه یک عبادت شمرده می شود. الله خیرتان دهد. مسئله دوم در اینجا مؤلف سپس بعد آنی که واجبات غسل را برای ما و شما بیان کرد، مسئله دوم در بیان فی صفت الغسل و کیفیته بیان می نماید. صفت غسل نمودن و کیفیت آن، صفت غسل نمودن و کیفیت آن بر ما و شمایان ذکر و یادآوری می نماید و می فرماید که للغسل من الجنابه کیفیتان، غسل از جنابت دو طرز دارد. غسل نمودن از جنابت دو طرز دارد. طرز اول طرز مستحب بودن، طرز مستحب بودن که این واجب است، یعنی تمام آب رو بر بدن رسانیدن. و طرز دوم طرز کفایگی، یعنی برای درستی غسل. و طرز اول که طرز بهترین است، طرز انجام دادن آن اول دستهای خود رو میشویی، دستهای خود رو اول میشویی، سپس اعضای شرمگاه خود رو
رو تا جایی که میرسد، تا جایی که آلوده شده است، آنها را پاکیزه مینمایی. پس از آن دستان خود را میشویی، با صابون از با خاک از تازه مینمایی. و سپس از برای وضو گرفتن، چگونه که انسان از برای طهارت گرفتن وضو میگیرد، طهارت مینماید. سپس از طرف راست خود آب میریزد و از طرف چپ خود سپس آب میریزد و سپس آب را از بالای سر خود میریزد، تمام بدن خود را تر مینماید تا داخل ریشه های موی انسان بگردد و پوست انسان تر بگردد. بارک الله فیکم. و این آب را با تمام بدن ریخته، تمام بدن خود را حتی هیچ جا هیچ مکان از انسان خالی نمانده تر میکند. و این عمل که ما ذکر کردیم حدیث مشهور از عایشه رضی الله عنها روایت شده است در صحیح بخاری و مسلم. اما طرز کفایه بودن غسل نمودن که از برای هر کار نیت این شرط است، از برای هر کار نیت این شرط است که محل نیت این قلب است. محل نیت این چی است؟ این قلب است. انسان در قلبش نیتی وضو گرفتن را مینماید، چون که در حدیثی که میفرماید و دع رسول صلی الله علیه و سلم وضوء الجنابه، رسول الله وضو گرفتن طهارت مثل طهارت نماز. فافرغ علی یدیه واغتسلها، پس شهودن دستان خود را شستن 2 بار یا که 3 بار. پس مدمده و استنشاق کردن، در دهان در بینی آب گرفتن و برآوردن. پس چهره خود را شستن. یعنی که در این حدیثی که در اینجا روایت بخاری و مسلم است روایت می شود، میفرماید طرز غسل نمودن رو، یعنی که انسان طرز اولی که ما گفتیم طرز سنتی و کامل که غسل کامل می نماید. اول از چی شروع می نماید؟ از شستن دست ها، 2 مخرج رو می شوید، سپس طهارت کامل می گیرد و سپس آب را از طرف راست و طرف چپ می ریزد و سپس تمام بدن خود را تر می نماید از طور سر آب ریخته. این غسل کامل سنتی است. و در آخر وقتی به اتمام رسانید چیکار می نماید؟ پایهای خود را می شد به همین تمام، بدن خود را می شکد، موی سر خود را می شکد و که مکان قاق نماند. اما غسل سنتی باشد، اما غسل مستحب باشد، اما در اینجا با طرز مختصر ذکر یادآوری می شود. بارک الله فیکم. پس قسم دومی از طرز غسل نمودن این غسل چی است؟ غسلی برای انسان بسنده است که انسان از این جنابت خلاصی بیابد. در بحر غوطه میزن، در دریا غوطه میزن که از سر خود همین خیل آب رو میریزد، پس پاکیزه میگردد. و زن اینجا مسئله دیگر می شود که زن موهایش بسته باشد، موهایش بافته شده باشد، برای انسان جواز است، اشکالی ندارد که موهایش را همون گونه بگذارد، فقط آب رو بریزد. بارک الله فیکم. در حد غسل که حدیث رو بخاری و مسلم روایت کرده هستند. الله خیرتان دهد. بارک الله فیکم. پس این مسئله خاص زنها است که در غسل جنابت برای زنها اگر که مویشون بافته شده باشد روا هست که چیکار نماید؟ مویشون نکشوید. اما در حالت حیض باشد یا که در حالت نفاس باشد حتما باید بکشوید. کشیدن وی لازم است. فقط در جنابت برای وی جایز است. این مسئله را خوب خواهران دقت بدهند و برادران بر خواهران و بر مادرای خود برسانند یا که بر زنهای خود. و دلیل آن حدیث ام سلمه است رضی الله عنها. حدیث ام سلمه گفتن ای رسول الله، من زنی هستم که موی سرم را سخت میبندم، یعنی میبافم. ام سلمه گفتن آیا برای غسل جنابت آن را باز کنم؟ گفتن و رسول الله چه گفتن؟ لا انها یکفیک، لا انما یکفیک ان تحثی علی راسک 3 حذیات. نه، کشیدن برای تو شرط و ضرور نیست، برای تو بسنده و کفایگی هست که بر بالای سر خود با آن موی بافته 3 بار آب بریزی، برای تو بسنده است. ثم تفیدین علیک الماء، سپس تمام آب را تمام بدن خود را با آب سیراب نمایی. روایت مسلم است. بارک الله فیکم. مسئله سوم الاغتسال مستحبه. خیلی سوالی که واسه بر این موضوع است جواب میدیم، بعد با درس رو ادامه میدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای الله دوست می‌دارم. الله سبحانه و تعالی احبک الله الذی احببتنی الله. هنگامی کسی که بگوید من تو را به خاطر الله دوست می‌دارم، او را میگه که احبک الله الذی احببتنی الله. الله سبحانه تو را دوست می‌دارد در آن که ما را دوست دارد. الله خیر دهد. استاد برای فرض واجب و سنت‌های نماز میگوید. در بیان فرض واجب و سنت‌های نماز ما صفت نماز پیامبر را بیان کرده هستیم. برادر گرامی خوب و به نهایت نیکو هم کتاب شمس میتونه که دسترس نمایید و از آن استفاده برید. بارک الله فیک. فرض‌های نماز، واجبات نماز، سنت‌های نماز و به نزدیکی بعد این مسائل غسل ان شاء الله که اینها باز بارگاه تکرار میشوند در این کتاب فقه میسر، بارگاه تکرار میشوند و شما میتونید که استفاده برید، چون اگر ما اینا رو صحبت کنیم اینها وقت زیاد رو میگیرن. میتونید بر اون کتاب مراجعه نمایید که در این کتابخانه هست و همچنین روزهای نزدیک ما ان شاء الله که اینها رو برای شما حتما آگاهی میکنیم. الله خیر. مسئله سوم میفرماید که اغتسال مستحب، غسل های مستحب مسنونه میگویند که مطلوب است که انسان این را انجام بدهد. قبلا ما در بین غسل واجب با همراه شما صحبت ها کردیم، اما در برابر آنها بعضی غسل های هستند مسنونه یک سنتی میگویند یا که مستحب میگویند، پسندیده میباشد که چنین است: غسل بعد از هر همخوابگی، یعنی که انسان هر باری که با همسر خود نزدیکی مینماید و بار دیگر خواهش اراده نزدیکی با همسر خود داشته باشد، بار دیگر غسل نماید، برایش این امر مستحب است، یعنی که پسندیده است، خوب است، که برخی از علما گفتند که باز انسان را قوی میگرداند، باز انسان با قوی میگردد. این مسئله اول. و در بیان این موضوع از حدیث ابو رافع است رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک شب بعد از هر همبستری با هر یکی از زنانشان غسل میکردند، با هر یکی از زنانشان چیکار میکردند؟ غسل میکردند. و ابو رافع گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، چرا یک بار غسل نمیکنی؟ چرا یک بار همین رو انجام نمیدی با همه زنانت نزدیک کنی؟
آن حضرت صلی الله علیه و فرمودند هذا اذکى و اطیب و اطهار. بهترین سخن رو گفتن صلی الله علیه و گفتن این تازه تر است و بهتر است و پاکتر است. این حدیث ابو داوود رقم 211 و نسائی 590 ذکر و داوری نمودند. حالت اول. حالت دوم غسل برای روز جمعه. غسل برای روز جمعه اگرچه که در بین علماها این اختلاف باشد در بین واجب بودن یا که واجب نبودن غسل در بین علما این اختلاف است. بعضی از علما گفتن این واجب است غسل روز جمعه پاکیزه نمودن، بعضی از علما گفتن این سنت مستحب است. به هر حال این حالتی هست که برای انسان نیکو هست و خوب است که انسان غسل را بنماید. بارک الله فیکم. قسم دوم چه بود؟ از غسل نمودن روز جمعه. رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که اذا جاء احدکم الجمعه فلیغتسل. اگر هر کسی که جمعه بر او بیاید باید غسل بدارد، غسل بگیرد. روایت بخاری و مسلم است. و این غسل روز جمعه را علما می‌فرمایند که از مستحب ترین و تاکید شده ترین غسل هاست. برای همین حتی آن عالمانی که گفتن که این غسل روز جمعه مستحب است، یعنی که سنت است، بلکه این از تاکید ترین و مستحب ترین غسل هاست. بارک الله فیکم. غسل برای عید فطر و عید قربان که به نزدیکی ما را عید قربان منتظر است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را خوشحالی را در خاندان ما و شما نصیب روزی بگرداند و این عید را یک عید مبارکی برای ما بگرداند. الله خیرتون دهد. پس این عید از برای عید قربان و عید رمضان غسل نمودن. ما عید رمضان میگیم ما عید فطر و عید قربان عید اضحی میگویند. برای که در آنجا بعد نماز مردم قربانی میکنند. الله سبحانه و تعالی قربانی های ما و شما را بپذیرد. علما غسل نمودن این دو عید را نیز مستحب میشمارند. این از سنت های ظاهری در روز عید است، از پاکیزگی بدن انسان که خود را پاکیزه نماید و از برای نماز عید ببراید. و همچنین غسل هنگام احرام، کسانی که بر حج میروند، کسانی که احرام بندند برای حج باشد چی عمره باشد چی حج باشد، برای آنها غسل نمودن از مستحبات داخل میشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام احرام بستن غسل کردند و این برای تازگی و پاکیزگی بدن انسان و بوی نیکو نمودن آن کمک یاری مینماید. به خاطر احترام احرام بستن، احرام همون لباسی که تو میپوشی را در نظر داریم. و غسل برای کسی که میت رو غسل می‌دارد، یعنی که کسی که مرده‌شویان، کسی که وفات کردگی است، پروردگار مرگ ما رو مرگ نیکویی قرار بدهد و ما رو با در اسلام بمیراند، در اسلام و سنت بمیراند. و درستی کسی اگر که در اسلام و سنت بمیرد در خیر نیکویی مرده است. غسل میت، کسی که میت رو شست باید غسل نماید. درباره این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است و در این مورد علما اختلاف نمودن، گفتن بعضی از علما گفتن واجب است، بعضی از علما گفتن مستحب است. کسی مرده‌شوی میگیم تاجیکا مرده‌شوی با کلمه اودی اگر گیریم، فرمودن صلی الله علیه و سلم که من غسل میتا فلیغتسل. هر کسی که میت رو غسل دهد، میت رو بشوید، پس خود غسل نماید. روایت ابن ماجه است. و چگونه که گفتیم این امر در نظر بعضی از مردم، بعضی از علماها امر واجبش گفتند و بعضی از مردم این رو امر پسندیده و مستحب گفتند، ولیکن غالبیت این بر دولت بر واجبیت آن مینامد، چون رسول الله بر این امر نمودند. بارک الله فیکم. چهارم، مسئله چهارم، الاحکام المترتبه علی من یجب علیه غسل. احکامی که وابسته بر کسی که غسل بر او واجب شده است. احکام وابسته بر کسی که غسل بر او واجب شده است. ان همین حکم رو برای شما بیان می‌نمایم. هرگاه بر شخص غسل واجب بگردد، بعضی از کارهایی که معین شده هستند برای انسان حرام است آن کارها را انجام بدهد تا غسل گرفتنش، تا خود را پاکیزه نمودن. و این احکام را با طرز مختصر برای شما بیان می‌نمایم. اول، حرام بودن نشستن در مسجد. حرام بودن نشستن در مسجد هنگامی که انسان در غسل جنابت قرار دارد، برای وی جایز نیست که در مسجد بنشیند بجز آن کسی که راهگذر باشد. عابر السبیل میگویند کسانی که راهرو و راهگذر باشد. در این مورد قول الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا جنوبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا. و در مسجدها ننشینند و در مسجدها در حد غسل جنابت ننشینند مگر آن کسی که راهگذر باشد، مگر آن کسی که راهگذر باشد. بارک الله فیکم. اما میفرماید فاذا توضا جاز له. اگر شخص جنوب وضو بگیرد، وضوی کامل بگیرد، نه غسل، وضوی کامل بگیرد، برای وی نشستن در داخل مسجد جایز میگردد، به خاطر آن که طهارت گرفتن، وضو گرفتن این همون احکام رو، همون جنابت رو پایینتر کمتر مینماید. و ذلك لثبوت ذلك عن جماعه من الصحابه. چون انا همین فعل، یعنی که بعضی از صحابگان در حالت جنابت قرار داشتن وضو میگرفتن و در مسجد می‌نشستن در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم، لان الوضوء یخفف حدثه. چون وضو این طهارت وضو و جنابت رو خفیف میکنه، سبک مینماید. و وضو گرفتن یکی از پاکیزگی هاست، یکی از دو پاکیزگی هاست. و سپس لا یجوز له مس المصحف. و چیزی که برای انسان قطعا جایز و روا نیست این با دست قاپیدن قرآن رو با دست داشتن هنگامی که انسان در جنابت قرار دارد قطعا جایز نیست. چون الله میفرماید که لا یمسه الا المطهرون. این قرآن رو، این کلام الله را جز پاکیزگان، جز پاک شدگان کسی دست نزند. سوره واقعه آیه 79. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد فرمودند که لا یمس المصحف الا طاهر. مصحف رو، قرآن رو به جز شخصانی که پاک هستند دست نزنند. این حدیث رو امام مالک در موطأ خود روایت کردند و حکیم و البانی. خواندن چه استاد از تلفن این ترکش بهتر است. در مورد تلاوت نمودن قرآن که هنگامی که در جنابت قرار دارد در بین علما این هم اختلاف نظر است. بعضی از
از علما هستند که بعضی از دلایل را آوردن بر جایز بودن وان، بعضی از روایت‌ها را از ابن عباس آوردگی ذکر نموده هستند. اما بهتر است که انسان با پای پاکیزه، چون قرآن کریم اشرف‌ترین کلام است و نیکوترین کلام است و سزاوار است که انسان این را با پای پاکیزه بقبد و بدارد و تلاوت نماید، چون الله فرمود که لا یمسه الا المطهرون، آن را جز پاک شدگان دست نزنند. بارک الله فیکم. حرام بودن قرائت قرآن، حرام بودن قرائت، لا یجوز له قرائت القرآن، یعنی جایز نیست تلاوت قرآن آمدن هنگام جنابت. شخص جنابت در حالت جنابت قرار دارد نمیتواند یگام قسمت از قرآن را بخواند تا اینکه غسل بدارد، تا اینکه غسل نماید. از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت هست که فرمودند که ان علیه الصلاه و السلام لا یمنعه من القراءه القرآن شیء الا جنبه. اینکه حضرت علی فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را یگام چیز مانعش نمیشدن، او را من نمیکردن که تلاوت قرآن نمایند مگر اینکه جنابت، یعنی که رسول الله را هیچ چیز مانع نمیشدن که تلاوت قرآن نمایند مگر جنابت. این حدیث رو امام احمد و ابن ماجه و ترمذی روایت کردند که ترمذی گفتن حدیث خوب است و درست است. و همچنین این من کردن که در اینجا من شده است هنگامی که انسان در جنابت قرار دارد، قرآن را با دست ندارد و قرآن تلاوت نمودن، تشویق نمودن بنده به زود غسل نمودن با پاک نمودن خود، که انسان تلاش نماید که زود غسل نماید و خود را پاکیزه نماید و این شرکینی را از برطرف نماید. سپس حرام بودن خواندن نماز بدون غسل به هیچ وجه جایز نیست که انسان نماز بگذارد. اگر انسان دیده و دانسته در حال جنابت یا که در حالت بی‌وضوئی باشد و نماز بگذارد، در یک گناه عظیم خود را گرفتار کرده است و نماز او پذیرفته هم نمی‌شود، زیرا یکی از سبب‌های قبول شدن نماز این چیز این طهارت است که در باب طهارت ما این را بیان کردیم. همچنین آخران مسئله که در اینجا ذکر یادآوری می‌شود، حرام بودن طواف کردن در اطراف کعبه، اگر انسان در حالت جنابت قرار داشته باشد. شرط ضرورت است که انسان خود را پاکیزه نماید. پس خلاصه این باب غسل که ما گرفتیم که این غسل معنیش تمام بدن را با آب رسانیدن و در شریعت تمام بدن را با آب رسانیدن با استفاده آب پاکیزه از برای تمام بدن با نیت مخصوص، با صفت مخصوصی که در شریعت ذکر شده. گفتیم غسل واجب است اگر هنگامی که سبب آن پیدا بگردد و گفتیم چی چیزها غسل را واجب میگردند. یکی گفتیم خروج منی، چی زن چی مرد، شرط آن چی باشد با لذت و تز برایت، چی از مرد چی از زن باشد فرق ندارد. و همچنین گفتن تعقیب حشفه، اما حشفه ذکر مرد رو میگن که نوکی اگر داخل شد، در حالی که اگر که با شهوت باشد به شهوت باشد برای انسان غسل واجب میگردد، برای زن مرد غسل واجب میگردد. چون گاهی این سوال ها میشوند که خیر همین گونه کارا رخ میدهد، پس آیا غسل واجب است؟ شهوت نبود به شهوت بود، بله غسل واجب میگردد. مادامی که داخل شد اندک از آن غسل واجب میگردد، بجز اگر کودک باشد. گفتیم اسلام آوردن کافر یا که از ردت کسی که مرتد شده است اسلام آوردنش، خط شدن دم حیض یا نفاس، خون حیض یا نفاس، مرگ، همچنین و صفت غسل و کیفیت آن رو دو کیفیت برایشون بیان کردیم و همچنین غسل مستحب رو برایشون بیان کردیم که غسل های مستحب گفتیم برای انسان مستحب است از برای هر یک جمعه غسل کردن، روز جمعه و روز عیدین، عید قربان، عید رمضان، و از برای احرام کسی که در احرام قرار دارد در حج در عمره غسل نمودن، و غسل میت کسی که میت رو غسل می‌داراند برای هوای هم واجب است. و احکام های گفتیم مربوط بر این است که برای انسان واجب میگردد غسل نمودن. برای این کارها را جایز است که انجام بدهد. یکم چی گفتیم؟ در مسجد نشستن مگر شخص که رونده هست و با قبیدن قرآن و همچنین تلاوت قرآن برای انسان جایز نیست. همچنین نماز خواندن، طواف کردن برای انسان جایز و روا نیست. در اینجا ما درس را به اتمام میرسانیم از این کتاب. درس دیگر در باب تیمم صحبت می‌نماییم باذن الله تعالی و در باب نجاست ها صحبت می‌نماییم، قسم های نجاست ها، و همچنین در باب حیض و نفاس این واسه بر وقتمان صحبت می‌کنیم. بعد در باب نماز داخل می‌شویم باذن الله تعالی. بعد در باب نماز داخل می‌شویم. این مقدمه هایی هست که در این کتاب برای ما آورده است. کتاب یکی از نیکویاش این است که هر یک سخنی که میگوید چگونه که مشاهده می‌کنید با دلیل است. هر سخنش از دلیل از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما شما می‌آورد. اگر سوالی باشد مرحمت با سوال شما، ما باذن الله تعالی جواب خواهیم گردانید. بارک الله فیکم.